شدم رفتم دویدم ساعت 5:30 صبح. یه گروه پیدا کردم به اسم دوران که تو اکثر شهرها هستن و خب تو رشت هم یه گروه داشتن. چند روز پیداشون کردم و خب خیلی خوب بود برام، چون من یه بازه زمانی طولانی که دنبال همپا هستم واسه دویدن، ولی خب کسی نبود و نمیتونستم پیدا کنم. تو دوستام هم کسی نبود که بخواد با هم همراهی کنه. ولی امروز اولین جلسه‌مون بود، هیچ کدوم همدیگر نمیشناختیم از قبل، خیلی باحال بود. دیگه اینکه رفتیم و قرار بود که 5 کیلومتر بدویم، ولی خب 3 کیلومتر دویدیم امروز. البته این یه چالشی بود، یعنی قراره که یه چالشی باشه برای 2 هفته دیگه و امروز خب تمرین بود در واقع. حالا من امروز خیلی کار دارم و اینکه آخر هفتم قراره که یه مسافرت بریم. من چمدونامو آوردم که لباسامو جمع کنم و اینکه آرایشگاه برم و یه سری خریدای قبل سفر و کارهای این مدلی دارم. خب من تا جایی که تونستم جمع کردم، منتها چمدونم خالیه. یعنی فکر نمی کنم چیز دیگه ای بخوام. یه چند دست لباس برداشتم اومدیم تئاتر دموکراسی با طعم همبرگر رو ببینیم که یکی از افرادی که حالا نقش داره که دوستامه، البته نمیدونه که من بلیط گرفتم. حالا فکر کنم سورپرایز شه، جفتمون سورپرایز شیم. بچه اجرا تموم شد، خیلی فوق‌العاده بود و اینکه دوستمو دیدم سورپرایز شد، یعنی سورپرایز شدیم جفتمون. اومدیم یه جا ساندویچ بخوریم. سلام بچه ها، چطوری؟ دیگه من امروز بچه ها همه حتی من دوستام رفتن سر کارشون. امیدوارم که یوتیوب به موزیک کافه گیر نده. دیگه منم گفتم که بیام کارامو بشینم تو کافه انجام بدم. اومدم وی کافه سمت قولهک، حالا نیومده بودم اینجا. جای باحالیه، خوبه. من دیگه کافه در اومدم، دیگه اومدم یه جا آجیل فروشی پیدا کردم، یکم چرت و پرت بادومو، این بادوم هندی ها، یکم پسته و با یه ذره مویز خریدم دیگه. 2 روز دیگه چون داریم میریم مسافرت. البته فکر کنم نگفتم کجا داریم میریم. تولدی که دوستای صمیمه و ما تولدشو داریم میریم استانبول.
پس که اونم رشته، ولی نه حالا لزوما به مناسبت تولدش، ولی دیگه همزمان شد تاریخ سفرمون و حالا تولدش و اینا، دیگه گفتیم که همین تایمو بریم. بعد اینکه کارت پایان خدمت همون گرفتم دیگه اولین سفر خارجیمه. نمیدونم، حالا خیلی حس خاصی ندارم نسبت بهش، ولی یعنی همیشه دنبال این بودم که این شرایط به وجود بیاد، ولی حالا که این شرایط رو دارم خیلی